حزب خالقی دموکراتی، حزب کمونیستی، حزب سوسیال دموکراتی، حزب نهضت اسلام. چهار تا هست نه؟ که چهار حزب هست در تاجیکستان. چهار نماینده 4 تا شد. بله. درست است. حزب کمونیستی، حزب اسلامی هست و حزب سوسیالیستی هست. شما میدونید؟ من نمیدونم. حزب دموکراتی، سوسیال دموکرات، سوسیالیستی، کمونیستی، اصلاحات اقتصادی، نهضت. شو تو دیگه. حزب اگراری، بعد شما حزب دموکراتی گفتید و بغیر از این حزب خلقی دموکراتی. اساسی حزب خلقی دموکراتی اساسی. حزب دموکراتی حزب نهضت اسلام. حزب دموکراتی اسلامی. نمیدونه. خلق رابوشی. نمیدونید؟ ای بخیر امی حزب دموکراتی و اسلامی شو انا سوسیال دموکراتی شو انا خبر حزب انا کمونیستی شو خیلی هم یه چوب همه دونم که حزب نهضت اسلام برای هم دادن. برای هم بودن؟ نه ما چی گفتم شما نمیدونید؟ 8 حزب هست. من 4 شامل حزب خلقی دموکراتی، حزب نهضت اسلام، حزب دموکراتی، حزب کمونیستی درشان نمیدونم سیگار. نمیدونید؟ امروز در جمهوری تاجیکستان 8 حزب سیاسی عمل میکنند، فعالیت میکنند. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، حزب دموکراتی تاجیکستان، حزب سوسیالی تاجیکستان، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان و حزب اگراری. 7 حزب شد. حزب سوسیال دموکراتی. یک حزب کمونیستی. حزب کمونیستی تاجیکستان.